شاهزاده یا خامنه ای هزینه رو دیگران جوانهای ما پرداخت کردن. مردم ایران امروز شما فقط باید انتخاب بکنید، همین جمهوری اسلامی رو میخواید یا واقعا میخواید که این حکومت تغییر بکنه، یه فضای جدیدی بر کشور حاکم بشه. فریب نخورید، هیچ گزینه دیگه ای وجود نداره. بنده به عنوان یک داور تاریخی دارم اینو به شما میگم. فضای بین الملل به اینجا رسیده. اگر کشورهایی تا دیروز از جمهوری اسلامی حمایت میکردن، دیگه هیچ کشوری حمایت نمیکنه. چرا؟ چون فهمیدن این حکومت مشروعیت نداره، بخوام باش ارتباط داشته باشن دیگه چیزی برای عرضه نداره. هیچ کشوری داره این مذاکره های تقلبی و نمایشی اینا شما رو گول نزنه، شما رو فریب نده. مردم اینا فقط امروز تمام امید عوامل جمهوری اسلامی، سایبری ها، ظریف، اصلاح طلبان، اصولگرایان اینه که شما رو بترسونن، شما رو فریب بدن، شما رو به تردید بندازن که شما هزینه خیلی زیادی باید پرداخت. هزینه رو اون جوانایی که رفتن جانشون رو کف خیابون دادن اونا پرداخت کردن. هزینه رو اونایی که هنوز توی زندان هستن، هفته یکی دو تا دارن اعدام میشن، اونا پرداخت کردن. هزینه چی؟ شما منتظر چی هستید؟ اینا غیر از فریب دادن شما مردم هیچ اسلحه دیگه ای ندارن. امروز حتی نظامی ها، ما چون از درونشون اطلاع داریم، همون نیروی انتظامی، همون نظامی ها دیگه حاضر نیستن روی مردم اسلحه بکشن، چون اونها هم در فقر و گرفتاری و بدبختی که این کشور رو به ذلت کشونده با شما شریکن. 4 تا آدم دزد اون بالا هستن، بقیه بدنه این کشور، حتی اون نظامی ها و انتظامی ها همه در فقر و بدبختی به سر میبرن. همون حوزه علمیه روحانیون جوان دارن با من تماس میگیرن، میگن فلانی به خدا ما نمیتونیم یک زیرزمین اجاره بکنیم، هزاران میلیارد بودجه هایی که برای حوزه ها اینا همه رو میدزدند و میبرند و میخورن. مردم محکم باشید، فقط کافی امروز صفتون رو محکم نگه داریم. شاهزاده رضای پهلوی رو به عنوان پرچمدار، به عنوان پادشاه، به عنوان سلطان، عنوانها مهم نیست، انسان باشیم. وقتی با یکی عهد میبندیم کنارش وایسیم. رهبر ممکنه اشتباه بکنه، بله باید کنارش وایسیم. مگه میشه هر روز بلند شیم ببینیم باد از کدوم طرف میاد ما اونوری بریم؟ اما رهبر وقتی خیانت کرد باید ریشه رو سوزون. ما اگر از خامنه ای جدا شدیم به خاطر این جدا شدیم، چون به ما، به آرمانهامون، به ملتمون خیانت کردن. امروز شما این مرد رو انتخاب کردید، آوردید وسط صحنه، کنارش باشید، نذارید شما رو فریب بدن. اینها تنها سلاحی که دارن. صدها هزاران پیج و نمیدونم کانال و اینها درست کردن شما رو بمباران بکنن که مردم شما بترسید. نترسید. هزینه ها رو جوان ها دادن، اونهایی که کف خیابان ها جانشون رو دادن، خونشون رو دادن. امروز شما فقط باید انتخاب بکنید و کنار انتخاب خودتون بایستید. پاینده ایران، زنده باد ایران و ایران.